ماشاءالله خان در بارگاه هارون الرشید. قسمت سوم. ماشاءالله خان که هنوز متوجه وخامت اوضاع نشده بود، از لای پاهای مأمورین این طرف و آن طرف اتاق را نگاه کرد و چون اثری از رقاصه زیبا ندید، سر بلند کرد و از یکی از آنها که چشمهای ریزش زیر ابروهای پرپشت به سختی تشخیص داده میشد و ریش کمپشت دو شاخه‌ای داشت پرسید: ببخشید حضرت آقا، شما این دختره رو ندیدین کجا رفت؟ آن مرد جوابی نداد و همچنان او را نگاه کرد. ماشاءالله خان از جا برخاست و دوباره گفت: حضرت آقا، شما این دختره را ندیدید کجا رفت؟ آن مرد جوابی نداد و همچنان او را نگاه کرد. ماشاءالله خان از جا برخاست و باز گفت: حضرت آقا، شما یک رقاصه اینجا ندیدید؟ واحد رقاصه حاجی، رقاصه مقبول. ولی کم کم تبسم بر لبهایش خشک شد. مأمورین با نگاه‌های شرربار و تهدیدآمیز چشم به صورت او دوخته بودند. ماشاءالله خان نگاهی به طرف در اتاق انداخت و استاد سمعان را دید که از لای در مراقب اوست. احساس کرد که گرفتار شده است و راه فراری ندارد. با وجود این دل به دریا زد و با یک خیز خود را به طرف در دیگر اتاق انداخت. ولی آن سه مرد شمشیر به دست به او مهلت خروج از اتاق را ندادند و در یک چشم به هم زدن خود را به او رساندند. بعد از آنکه چند کلمه به زبان عربی با استاد سمعان رد و بدل کردند، ماشاءالله خان را کشان کشان به طرف در باغ بردند. فریاد اعتراض ماشاءالله خان بلند بود. به شدت تقلا می‌کرد که خود را از چنگ مهاجمین خلاص کند. آخر آقا، جرم بنده چیه؟ مگر اینجا قانون ندارد؟ من کاری نکردم، مازا جرم حاجی. ولی یکی از مأمورین چنان مشتی به پهلوی او زد که نفسش برید و خود را در اختیار آنها گذاشت. عده‌ای از بچه‌های ولگرد دنبال آنها می‌دویدند و فریاد و هلهله می‌کردند: حالی حالی لا والله، حالی حالی لا والله. ماشاءالله خان با چهره برافروخته سر برگرداند و فریاد زد: بروید گم شوید، مگر شما پدر و مادر ندارید؟ صد رحمت به بچه‌های پامنار. ولی ناگهان رنگش مثل گچ سفید شد. مردی را که 1 ساعت قبل در دست مأمورین با زبان بریده دیده بود به یاد آورد. از ترس چنان سرنوشتی پاهایش سست شد. ولی مأمورین بدون توجه به حال نامساعدش او را کشان کشان می بردند. به فکر افتاد که آنها را تطمیع کند. یکی از مأمورین را که ظاهراً سمت ریاست بر سایرین داشت صدا زد: حاجی، عرض دارم، العرض. آن مرد با چهره خشمگین برگشت و نگاهی به او انداخت و پرسید: مازا؟ ماشاءالله خان چشمکی به او زد و آهسته گفت: اگر شما ما را ول کنید، پول چایی شما پیش بنده است. ولی شحنه عرب همچنان او را نگاه می‌کرد. ماشاءالله خان دوباره گفت: حاجی، انعام، فلوس الچایی. شحنه ناسزایی به زبان عربی بر لب آورد و با پشت دست ضربه‌ای به صورت او زد. ماشاءالله خان ناچار ساکت شد و بعد از لحظه‌ای زیر لب گفت: خاک بر سر نفهمت کنند، مردکه نمیتواند با زبان خشک حرف بزند. هازا واحد زبان نفهم. بچه‌های ولگرد حالی حالی لا والله گویان دنبال آنها می‌دویدند و گاهی سنگ به طرف ماشاءالله خان می‌انداختند. مأمورین و ماشاءالله خان بعد از عبور از چند کوچه باریک جلوی عمارت کهنه‌ای رسیدند که ماشاءالله خان از ظاهر آن حد زد باید شحنه‌خانه باشد. با خود گفت: الحمدلله رسیدیم به شحنه‌خانه.
اینجا لابد یک آدم چیزفهم هست که حرف آدم را بفهمد. لابد قاضی و داروغه دارند که از آدم 2 کلمه سوال و جواب کند. خدا را 100,000 مرتبه شکر. مأمورین او را وارد حیات وسیعی کردند که شحنه و عسس و محتسب در آن در رفت و آمد بودند. وقتی از کنار حوض رد می شدند، چشم ماشاءالله خان به یک مأمور سرخپوش افتاد که عمامه سرخی بر سر و یک سینی روی دست داشت. جسم برجسته‌ای روی سینی بود که روی آن یک پارچه انداخته بودند. تبسمی بر لب‌های ماشاءالله خان نمایان شد و به خود گفت: از حالا دارند ناهار زندانی ها را میبرند. گمان میکنم که امروز زندانی ها آش رشته داشته باشند. بد نیست. ماشاءالله یک شکمی از عزا در میآوری. اینجا باز خوب است یک غذایی به آدم میدهند. ما که پول شام و ناهار نداریم. اینجا میمانیم تا یک شغلی پیدا کنیم. نیشش تا بناگوش باز شده و دهنش آب افتاده بود. صدای قر و قور شکم خود را میشنید. در این موقع درست کنار مأمور سینی به دست که از جهت مقابل می آمد رسیده بودند. شحنه‌ای که پیشا پیش ماشاءالله خان و محافظین او راه می رفت به مأمور سینی به دست چیزی گفت و گوشه پارچه روی سینی را عقب زد. ماشاءالله خان فریادی کشید و رنگش دوباره مثل گچ سفید شد. زیرا آن چیزی که خیال می کرد قدح آش رشته است یک سر بریده بود که هنوز آخرین تبسم حیات را بر لب داشت. مأمور سینی به دست از کنار آنها گذشت. ماشاءالله خان که دندانهایش از ترس به هم میخورد از شحنه مراقب خود پرسید: شیخ این چی بود؟ مازا حکایت؟ شحنه با لحن تندی جواب داد: انقطع من کأن هذا فقط لا کنت بحر الجعفر البرمکی. ماشاءالله خان چیزی از توضیح او نفهمید. آب دهانش خشک شده بود. بغض گلویش را میفشرد. زیر لب تکرار میکرد: ماشاءالله کارت تمام شد. ماشاءالله جوان مرگ شدی. آخ ننه اگر پسرت را میدیدی. چند لحظه بعد مأمورین او را وارد سرداب سرد و مرطوبی کردند. در شاهنشین سرداب چشمش به مردی که سراپا سفید پوشیده و روی تشکچه سیاهی نشسته بود افتاد. این مرد که سبیل خود را از ته تراشیده و ریش بلندی گذاشته بود به محض ورود آنها سر را برگرداند و سراپای ماشاءالله خان را برانداز کرد. سفیدی چشمهایش در صورت قهوه‌ای رنگ می درخشید. مأمورین ماشاءالله خان را مقابل او روی حصیر نشاندند و خود بالای سرش ایستادند. سفید پوش که روی تشکچه نشسته بود نی قلیانی را که نزدیک دستش بود برداشت و مشغول کشیدن شد. بعد از چند لحظه تبسمی بر لب آورد و چشم به صورت ماشاءالله خان دوخت. ماشاءالله خان سر بلند کرد و از شحنه‌ای که پشت سرش ایستاده بود پرسید: حاجی این آقا کی باشند؟ مازا اسم هازا؟ شحنه تعظیمی کرد و گفت: سیدنا و مولانا ابن سعدون، معاون الکل سیدنا و مولانا مسرور سیاف صاحب العذاب. ماشاءالله خان لحظه‌ای با دهن باز این صحنه را نگاه کرد و گفت: ایشان معاون مسرور سیاف؟ نعم. ماشاءالله خان فکر کرد: خدا به دادم برس. معاونش که مثل اسرائیل است، پس خودش چه شکلی است؟ ماشاءالله بد جوری گیر افتادی، باید مواظب خودت باشی. ابن سعدون با صدای بلند که در سرداب بزرگ طنین وحشتناکی داشت از ماشاءالله خان پرسید: انت عجمی؟ بله قربان. نعم. من بلاد الخراسان؟ نعم قربان، یعنی مال همان طرف ها هستیم. ابن سعدون با قیافه آرامی گفت: انت کاذب، انت من بلاد الطرابلس. ماشاءالله خان با نگرانی جواب داد: یعنی میگویید بنده خلاف عرض میکنم و اهل طرابلس هستم؟ نه خدا شاهد است بنده طرابلسی نیستم، انا عجمی لا طرابلسی. ابن سعدون چند لحظه آهسته با شحنه گفتگو کرد. ماشاءالله خان بعضی کلمات را میشنید. فهمید که برای اثبات ادعایش میخواهند از او سوالاتی راجع به خراسان کنند، ولی مهلت تأمل و تفکر نیافت.
ابن سعدون رو به او کرد و گفت انت عجمی؟ ماذا خراسان؟ کیفیات و احوال الشهر. منظورتان این است که خراسان چه شکلی است؟ کاری ندارد، الان نشانی میدهم. عرض شود که از دروازه تهران که وارد میشویم یک خیابانی است که آخرش دست راست خیابان صحن است. بعد میپیچیم دست چپ، آن خیابان پهن است که چجوری نشانی بدهم؟ بعد خیابان سمت راست صحن هم. ابن سعدون با تبسم و صدای ملایم حرف او را قطع کرد. مرحبا مرحبا. بعد با همان تبسم به مامورین دستور داد او را ببرند. مامورین ماشاءالله خان را به طرف یک در کوتاه سنگی بردند و پس از گذراندن از یک راهرو زیرزمینی در اتاق بزرگی که چند زندانی با قیافه های ژولیده در قل و زنجیر بی حرکت افتاده بودند گذاشتند و بلافاصله از همان راهی که آمده بودند برگشتند. ماشاءالله خان در حالی که با تعجب در و دیوار سنگی سرداب مرطوب و نیمه تاریک را تماشا می کرد زیر لب گفت خاک بر سرت کنند ماشاءالله. اینها نشانی خراسان زمان هارون الرشید را می خواستند. تو نشانی مشهد 1000 سال بعد را دادی. واقعا انت حمار. راستی انت الحمار. حالا خوبیش این بود که این یارو خراسان را ندیده بود. حرفهایت را باور کرد. پیرمردی که در قل و زنجیر چند قدم آن طرفتر به یک ستون سنگی تکیه کرده و مراقب ماشاءالله خان بود با تعجب گفت جوان تو ایرانی هستی؟ ماشاءالله خان سر برگرداند و جواب داد بله قربان انا عجمی. نعم. به فارسی سخن بگوی چون من نیز ایرانی هستم. ده سلام عرض می کنم. حال شما چطوره؟ خیلی خوشحالم. من از صبح تا حالا توی این آدمهای زبان ندان گیر کرده بودم. خب شما اهل کجا هستید؟ اسم شریف چیه؟ نام من فخرالدین است و از شهر زیبای ری هستم. همون شابدالعظیم خودمون؟ به به چه جای خوبی است. چه ماستهای خوبی دارد. چه کاهوهایی. به به. نه من از شهر ری هستم. میدانم شهر ری خودمان. شما هنوز وارد نیستین. خب شما را چرا زندانی کردند؟ من از مخالفین خاندان عباسی بودم و به چنین روزگاری دچار شدم. 2 روز دیگر مرا از قید زندگی پرمشقتم خلاص خواهند کرد. قصه نخور برادر. دنیا را چه دیدی؟ راستی گفتید اسم شما چیه؟ فخرالدین. ماشاءالله خان به فکر فرو رفت. زیر لب اسم او را چند بار تکرار کرد. سپس گفت صبر کنید ببینم. بعد کتاب جورجی زیدان را از پر قبای خود بیرون آورد و بعد از آنکه چند لحظه یکی از صفحات آن را خواند سر بلند کرد و پرسید شما همان فخرالدین هستید که با خانواده از خراسان به ری آمدید؟ بله. اسم پدرتان ناصرالدین نبوده؟ چرا؟ ولی شما از کجا میدانید؟ توی یکی از جنگ‌ها نزدیک ری یک زخم شمشیر به قسمت عرض شود که به قسمت عقب بدنتان خورده؟ بله بله. پیرمرد با چشمایی که از تعجب گرد شده بود ماشاءالله خان را نگاه میکرد. نفس خود را در سینه حبس کرده بود. ماشاءالله خان باز پرسید دخترتان هم زن حاکم طبرستان است؟ پیرمرد نفس زنان جواب داد بله بله صحیح است. شما مرا از کجا میشناسید؟ شما مرا چطور میشناسید؟ شما جادوگر هستید. عرض شود که شما خاطر جمع باشید که امروز فردا و 1 سال 2 سال دیگر کشته نمیشوید. شما 14-15 سال دیگر در شهر خودتان به مرض قولنج تشریفتان را میبرید. یعنی فردا تا پای دار هم می روید اما نجات پیدا می کنید. زبان پیرمرد از تعجب بند آمده بود. ماشاءالله خان خواست از او درباره جعفر برمکی اطلاعاتی کسب کند ولی رسیدن چند نفر از مامورین مهلتش نداد. مامورین زیر بازوی ماشاءالله خان را گرفتند و او را همراه بردند. چند دقیقه بعد ماشاءالله خان در میان مأمورین وارد میدان وسیعی شد که کنار دجله قرار داشت و تا چشم کار میکرد
جمعیت در آن موج می‌زد. علاوه بر جمعیت میدان، عده بسیاری در ایوانها و سکوهای مشرف بر میدان جمع شده بودند. حتی عده‌ای از اطفال بالای درختهای گوشه و کنار میدان رفته بودند. مأمورین ماشاءالله خان را از معبری که جمعیت جلوی راه آنها باز می‌کرد به طرف مرکز میدان می‌بردند. ماشاءالله خان در حالی که اطراف خود و جمعیت را تماشا می‌کرد زیر لب گفت: گمان میکنم امروز بار عام هارون الرشید یا جعفر برمکی است. اینها لابد وسط میدان بار عام میدهند. باید شکایت این شحنه ها را به جعفر بکنم. به به، چه زنهای قشنگی، حیف که روبند دارند. اما چشمهایشان که بیرون است، راستی راستی قشنگ است. حواس ماشاءالله خان متوجه زنان زیبا شده بود. چشمهای سیاه و زیبای آنها را که از بالای روبند تور نمایان بود تماشا می کرد و گاهی چشمکی می زد. زنها با خنده رو بر می گرداندند. نیش ماشاءالله خان لحظه به لحظه بازتر می شد. آخ الهی، من بگردم اخلاق شماها را، چه مهمان نواز. اولین خواهشی که از جعفر می کنم 10-12 تا از این دخترک های بغدادی است. حاجی، نانت فی روغن، مرحبا. ماشاءالله خان مثل یک قهرمان معروف بوکس که به رینگ نزدیک می شود با زنها چشم و ابرو می آمد و با مردها با خنده و شوخی سلام علیک می کرد و با پای خود جلو می رفت. سلام حاجی. السلام علیکم. حاجی مخلصم، مردشور ترکیبت رو ببره. مرحبا مرحبا مرحبا. سلام حاجی. همینطور خنده کنان و بزلگویان در میان مأمورین از سکوی بزرگ وسط میدان بالا رفت. صدای هلهله جمعیت بلند شد. ماشاءالله خان دستها را به هم وصل کرد و بالای سر برد و مثل قهرمانی که به احساسات تماشاچیان پاسخ می‌دهد تکان داد. جمعیت انبوه میدان هم در مقابل این حرکت او فریاد و هلهله را بلندتر کرد. حالی حالی لا والله الحال الحال، حالی حالی لا والله الحال الحال. ماشاءالله خان هم به تقلید آنها با چهره خندان فریاد زد: حالی حالی لا والله الحال الحال، مرحبا مرحبا، قربان محبت شما، مرحبا مرحبا. تمام جمعیت هم صدا فریاد کشیدند: مرحبا مرحبا مرحبا. ماشاءالله خان از فرط شوق شروع به دست زدن کرد. تمام جمعیت میدان هم ناگهان شروع به دست زدن و فریاد کشیدن کردند. ماشاءالله خان که از ابراز احساسات مردم و خنده های ملیح زنها متأثر شده بود، برای قدردانی دست در بغل کرد و نیلبک خود را بیرون آورد. با بلند کردن دست جمعیت را دعوت به سکوت کرد. جمعیت ساکت شد و ماشاءالله خان با صدای بلند اعلام کرد: حالا با اجازه آقایون و خانم‌ها بنده یک آهنگ ایرانی میزنم. انا اجرا واحد آهنگ العجمی. و بلا فاصله شروع به نواختن آهنگ بابا کرم کرد. تمام جمعیت با دقت گوش میدادند. ماشاءالله خان ناگهان نی را از لب برداشت و فریاد زد: حالا بنده آواز میخوانم، هر وقت من گفتم بابا کرم شما بگویید دوستت دارم. انا قال بابا کرم، انت قال دوستت دارم.
ماشاءالله خان یک بار دیگر توضیح داد و شروع به زدن و خواندن کرد. هر چقدر ناز کنی باز تو دلدار منی بابا کرم. مردم هم صدا خواندند دوستت دارم. مأمورین که مات و مبهوت حرکات ماشاءالله خان را تماشا می کردند ناگهان خود را روی او انداختند و او را به کنار سکو کشاندند و بی حرکت کردند. از میان جمعیت که سرها را برگردانده بودند سر و صدایی بلند شد که کم کم واضح‌تر شد و به گوش ماشاءالله خان رسید. مسرور سیاف، صاحب العذاب، مسرور. ماشاءالله در جهتی که جمعیت نگاه می کردند نگاه کرد. مرد متوسط القامه‌ای دید که سراپا سرخ پوشیده و شمشیر پهن براقی به دست داشت و به طرف سکوی وسط میدان پیش می آمد. رنگ و روی ماشاءالله خان کبود شد. زیر لب گفت مسرور، اگر چشمم به قیافه این حرامزاده بیفتد شکمش را پاره می کنم. بعد رو به یک شحنه کرد و پرسید حاجی مسرور چرا اینجا می آید؟ مازا تعالی مسرور. شحنه خنده مهیبی کرد. دست را به شکل کارد به گردن کشید و به گردن ماشاءالله خان اشاره کرد. فقط قطع انقا انت. دهن ماشاءالله خان چند لحظه باز ماند. چشمهایش نزدیک بود از حدقه بیرون بیاید. بدنش شروع به لرزیدن کرد. به زحمت پرسید آخر برای چی؟ چرا گردن ما را بزنی؟ مازا شیخ، بی بازپرسی؟ بی محاکمه؟ بعد سعی کرد با تلقین اعصاب خود را آرام کند. ماشاءالله جون نلرز، نترس، آبرویت جلوی این دخترهای خوشگل مغز قلمی می ریزد. ناگهان به یاد 7 تیر خود افتاد. چشمایش برقی زد و فکر کرد اگر دیدم هیچ راهی نیست حساب مسرور را با این 7 تیر می رسم. ولی بلا فاصله فکر دیگری به خاطرش راه یافت. خب ماشاءالله آمدیم و مسرور را کشتی. با 6 تا گلوله دیگر که نمی شود 1000 تا شحنه را کشت. می ریزند و تکه تکت می کنند. تازه اگر از ترس فرار کنند ناچاری از این شهر بیرون بروی. تو یک عمر آرزو کردی به بغداد بیایی، حالا به همین آسانی می خواهی بیرونت کنند؟ نه، باید یه فکر دیگری بکنی. در این موقع مسرور سیاف با شمشیر براق خود از سکو بالا آمد. صدای فریاد و هلهله جمعیت به عرش رفت، ولی فریادهای آنها یک نواخت نبود. مثل اینکه عده‌ای به طرفداری از محکوم فریاد می‌کشیدند. حتی ماشاءالله خان چند بار در میان فریاد جمعیت کلمه العفو را شنید. اکنون مسرور سیاف در مقابل ماشاءالله خان ایستاده بود. چهره چروکیده و سیاهش با چشمهای قرمز و ابروهای سیاه و سفید قوی ترین دلها را به لرزه در می آورد. تبسم وحشتناکی بر لب داشت. با یک تکه سنگ سیاه لبه شمشیر خود را تیز می کرد. ماشاءالله خان به طوری از دیدن مسرور عصبانی شده بود که ترس خود را فراموش کرد. آرزو می کرد آزاد بود و گلوی او را با دندان پاره می کرد. سبیلش از فرط غضب می لرزید. اما وقتی مسرور به مأمورین دستور داد که کنده درخت را به وسط سکو بیاورند، دوباره دندانهای ماشاءالله خان از ترس به تق افتاد. مأمورین یک تنه قطور درخت را که نیم ذراع بلندی داشت وسط سکو گذاشتند و ماشاءالله را جلوی آن بردند.